بچه ها سلام باز خوش آمدین. حالا شب هستک قراره که آمدیم در لب دریای اینجا ششتیم. دریاچه البته نام داره. بچه ها یادتان باشه اگر شب آمدین بسیار خوب است بیاین در پایان نزدیک دریاچه. هم کشتیار از نزدیک دیده میتونین و هم که برج فیل خوب دیده میتونین. ما پیشتر زیر برج فیل شده بودیم، گردن ما رو درد گرفت از بس که بالا سیل میکردیم. اینجا خیلی خوبتر معلوم میشه. اگر خواستین که بیاین پاریس و شب برج فیل ببینین با چراغای خوبش دیگه دمی پایان بیاین. بسیار مردم هم هست ببینین. کشتی هم از پالیتان راحت تیر میشه و شما میتونین از نزدیک کشتی ها رو ببینین. جای آرام و خوبی هم است. رایزنش هم مثل بغل پول که بیاین پایین داره اینجا، از رایزنه پایان میشن و اینکه در بسیار جای خوب و لوکس و دیدنی میتونن بشینن برج فیل از شب نگاه کنن. قربانتان. ویدیو رو سابسکرایب، لایک، کامنت یادتان نره.